غلامجانی باباش بابا یگان دارو گوید آخه گرده هم در میکند، جلوتکم در میکند. برکه آبی غلامجان گفته است بابا جان به فکرم پویسکا اومده است. شوخی بابا جان، من خودم این خیلی بچه شوخی هستم. هیچ وقت درد نبینید، 100 ساله گذرید ان شاء الله خداوند یک یگانه. همون آب علایی است، من گل علایی دیدگی هستید می انوای گیره هم تو تازه کرده شده جفیده خورده گردید یا 5 روز تانید اگر نمیتونه چی بگی باید تلخه. من خورده دیدگی و یا آبش یگان چی میگذرونید یک به یک اصل به کوش میکنید. اصل هم 1001 درد به دوا. هر دوشه دلی گوش نبند. سحر یک قاشق میده، عبید از بیگانی یک قاشق میده میخورید. 5 روز خورید غلامجان به رحمت میگوید. این نشود آبی کارتوشکه برآورده کرخمل است. آبی کارتوشکه هم خورید، پدرم کارتوشکه قطعی نغز میشد، مادرم علایی قطعی نغز میشد. خدا خواهد جلوتکه زور میشد 5 روز به گرده ها ببین، گرده ها شمالمیش درد باشد. مکه است که پوپک مکه را جوشانده خوریدم شمالمیش میگیرد. این ده زورش شپونیک سرخچه اینم من تیار کرده میتیم میخورن. آدم جانش گرمه، یک روز اینجاشون در کند یک روز اینجاشون در کند. من ای کتاب سوید میخونم برای مادرم میکنم نقش شود دیگه به شماها با توصیه میتیم. بابا جان شما یک بار همون شپونیک 10 دانه 1 لیتر آب به 4 دانه زردآلو قاقی یک بار جوشیده میبرد کمپوت باری میشد. هم تو کمپیر قطعی یانباش کرده خورده خوره. سحر 1 پیاله، عبیتی 1 پیاله، بیگانی 1 پیاله. خدا خواهد 1 هفته خوره غلامجان کافته یافته رحمت میاد. یک تا دعا میکنه بابا اینا بگو یک تا پادپیسکا پارتوت من 300 سومون تیار کردگی برای پادپیسکا. غلامجان 93 ولایت سو ناحیه زفرآباد بلاگر ادین به تاجیکستان هم به وقت پیش بابا